درود به کل دوستداران ورزش رقم اول و مخلصان برنامه‌های تلویزیونی ورزش. این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است با فراگیری گزارش‌های شوق‌آور روزانه زمستانه ترانسفری. باشگاهی از همه پولدار روسی از ساحل‌های دریای نیوا که همه وقت تحت پشتیبانی گازپروم بزرگ مغرور و سرفراز است، در پیشروی بازی‌های مرحله بهاری لیگ اروپا گویا که پرقوت شده است و وقتی معرفی کنی بازیگر نو تقلیدکاری مسخره‌آمیز ارتشیان مسکو را هم انجام داد. زنیت بازیگر نو خود ارسن اداموف را با اصول نوار ویدیویی جنجال برانگیز آید نتاش‌ها که باشگاه سسکا وقت گزارش یوسف یزیجی از لیل نشر نموده بود معرفی کرد. یادداشت میکنیم که در لوحه صفحه‌های اجتماعی باشگاه مسکوگی در نوشتجات ایجاد شده نخست صورتش را لایک میگذارد و بعداً با نیمه‌نهایی‌گر با زبان انگلیسی معاشرت را آغاز میکند. فوتبالباز ترکی به سوالها پاسخ نمیدهد و پس از آن سسکا برایش مینویسد یوسف این رسی است و ما اینجا نتایج‌های زیادی داریم. فوراً پاسخ میآید 5 دقیقه الکی در راه هم. باشگاه سسکا این نوار ویدیویی را فوراً پس از نشرکنی از سامانه‌ها تازه نموده از همگان عذرخواهی کرده بود. از روی عنعنه نوین در خصوص رفت گفت و شنیدها حرف میزنیم، نوشته است توییتر زنیت در حالی که فرضیه نوی معاشرت خود را با بازیگر نوین خود نشر کرده است. قابل قید است که از برای گزارش بازیگر 22 ساله اورال باشگاه پیتری 3 میلیون یورو پرداخت نموده است. در این خریداری حتی پیتری ها از لوکوموتیو هم پیشدستی کردند. نخست می نوشتند که پیشرفت پرمیر لیگ روسیه 5 میلیون یورو در شرطنامه بازیگر نوشته است و پس آن گفتند که اداموف در سنت پترزبورگ قریب 6 میلیون روبل ماهانه معاش میگیرد، اما آگنتش این معلومات ها را رد کرده بود. ارسن اداموف دستپرور احمد بوده، به صف اورال یک سال پیش گزارش نموده و در همین موسم در صف باشگاه از یکاترینبورگ 19 بازی در کل مسابقه ها گذرانیده، یک گل هم زده است. بسیاری ها این گزارش را جز داشتن شهرونده روسیه از جانب اداموف نمیبینند و میگویند که دادن 3 میلیون یورو از برای شناسنامه هم کار خوب به عقلانه است، ولی ممکن ارسن اداموف خود را از نگاه مثبت در زمینهای پیتری نشان داده تواند. همزمان دسته 19 پرمیر لیگ انگلیا سیومین مربی را در دوام موسم جاری به کار قبول کرد پس از آنی که مؤلف افسانه قهرمانی با لستر کلاودیو رانیری از سمت سرمربیگی واتفورد برکنار شد. این دسته هر 3 ماه مربی عوض می کند. سابق سرمربی منتخب انگلیا رای خاش سال 74 ساله مربیگی واتفورد را به گردن گرفته. رای سیومین مربی باشگاه در موسم جاری گردید. در خصوص شرط‌های قرارداد کاری با متخصص 74 ساله خبر داده نمی شود. جای کار اخیر این مربی انگلیس کریستال پالاس بود که این دسته را او تا انجام موسم قبلی ترک نموده بود. پیشتر باشد خواجسان لیورپول، فولخم و اینتر را هم تمرین داده است. باشگاه واتفورد را باشد از ماه اکتبر کلاودینیو رانیری راهبری نموده، خیسکو مونیوس تاهو در این وظیفه بود. واتفورد پس از 20 بازی در جدول پرمیر لیگ انگلیا مقامدار زینه 19 است. دسته رقم اول و چند سال اخیر رقابت ناپذیر پرمیر لیگ انگلیا باشد نیت کرده است که اگوئروی نو را به صف من سیتی بیارد و الکی در این سمت کار با قدم‌های نخست مثبت زمین‌های ملک آتشین ارژانتینی را هم نرم کرده است. با سخن‌های دیگر بگوییم باشگاه قسمت آسمانی رنگ منچستری اخیراً حمله‌وری نو می‌خرد و از برای بهترین نشانزن لیگ ارژانتینی خولیان آلوارز 18.5 میلیون یورو پرداخت می‌کند و در خصوص این گزارش ژورنالیست فابریسیو رومانو هم تصدیق نموده است. حمله‌ور ریور پلیت خولیان آلوارز به صف منچستر سیتی گزارش می‌کند و باشگاه‌ها الکی در خصوص گزارش بازیگر 21 ساله به توافق رسیدند. اطلاع می‌دهد خبررسان فابریسیو رومانو. شهری‌ها با آلوارز شرطنامه به 5 سال امضا نموده تا ماه ایول او در صف ریور پلیت در اجاره خواهد بود. در چمپیونات انجام شده ارژانتینا آلوارز 20 بازی گذرانیده، 18 گل و 6 پرتافت گل‌آور به آمار گرفته و همچنین بهترین نشانزن مسابقه داخلی گردید. باید اعلام نمود که با وجود داشتن چنین آمارهای دلچسب آلوارز میتواند دوام دهنده کارنامه تاریخ ساز در صف شهری‌ها بگردد. آغاز هفته جاری نخستین تومه از تشریف رونالدو به امیو و بیرونشوی حمله‌وران الکی نالازم را از اولترافورد نشان داد.
رفتن انتونی مارسیال از من یونایتد خود تنگ گردیدن موقع او از جانب رونالدو بوده. این علامتی آن است که تا رفتن خود رونالدو میتواند باز چندین نفرانی به قول نالازم شده را در امیو حیات سوزاند. حمله‌ور فرانسوی دیوان سرخ با همین طریق اجاره بر عوض 5 میلیون یورو به صف باشگاه اسپانی از اندلوسیا پیوست. انتونی مارسیال طبق قرارداد اجاروی معاش پره‌اش را از تیم سویلیا میگیرد و باشگاه اسپانی هم از گزارش بازیگر فرانسوی تا به آخر موسم اعلان نموده مارسیال در همین موسم 2 بازی در پرمیر لیگ انگلیا به میدان آمده است. ارزش بازاری این حمله‌ور 32 میلیون یورو بهاگذاری شده. فوتبال باز در صف منچستر یونایتد از سال 2015 این جانب برآمد می‌نمود. سابق حمله‌ور چلسی و اتلتیکو مادرید دیگو کاستا باشد با گزارش به بدحال‌ترین تیم سری آ سالرنیتانا نزدیک است. چگونه که نشریه توماتینو اطلاع می‌دهد بدحال‌ترین دسته سری آ برای این اسپانی برزیل تبار 33 ساله شرطنامه کاری حمایتش تا آخر موسم پیشنهاد کرده است. باشگاه اخیری کاستا باشد اتلتیکو مینیرو بود که شرطنامه کاریش را با تیم برزیلی سنه 17 ژانویه قطع کرده شد و تا به حال حمله‌ور در مقام فوتبالباز آزاد است. قطع شرطنامه با تیم شناخته برزیلی و پیوستن احتمالی به دسته یک پایش الکی در سری ب خود نشانه عالی درجه بودن فوتبال اروپایی با دلخو کموکاستگیش می باشد. پرزورترین دسته ایتالیایی باشد میتواند یکی از حمله‌وران پرمهارت خود را با 2 دسته ادب به نزد دشمن آن رها کند و در این مورد اگنت فوتبالباز ارژنتینی چنین میگوید دیبالا یوونتوس را ترک کرده به هیئت دسته رقیب میرود. اگنت فولویو والکارجی که نماینده کاپیتان دسته یوونتوس پاولو دیبالا است پیشگویی عجیبی کرد. او گفت که حمله‌ور 28 ساله ارژنتینی الکی تصمیم گرفته است که همچون اگنت آزاد یوونتوس را ترک میکند و به هیئت دسته رقیب ازلی آنها اینتر میگذرد. پاولو به اینتر میگذرد شما خواهید دید. مناسبت او با رهبریت یوونتوس کاملا بد شده است. برای گذشتن او به اینتر همه چیز آماده است. این یک اقدام عالی برای نیرت‌زوری خواهد بود. اقتباس می‌آورد فوتبال ایتالیا از سخنان والکارجی. طبق خبرات دیبالا با اینتر رابطه دارد و در آنجا او با دیرکتور گنرالی جوزپه ماراتا شخصی که در سال 2015 او را به یوونتوس از پالرمو به مبلغ 41 میلیون یورو خریده بود دوباره یکجا می شود. دیبالا 28 ساله در این موسم در 23 بازی 11 گل زده 4 اسیست هم کرده است. شرطنامه فوتبالباز ارژنتینی با باشگاه ایتالیایی در آخر موسم جاری به انجام می رسد. منچستر یونایتد نه در حالت خوب قرار داشته میتواند سابق سرمربی من سیتی را وارد تئاتر آرزوها نماید، زیرا منیکانی ها همانا به مربی ایتالیایی توجه دارند. باشگاه منچستر یونایتد انگلیا تا حال در مورد سرمربی دستش تعیین کردن متخصص 57 ساله رابرتو مانچینی که در تیم منتخب ایتالیا کار کرده ایستاده است اندیشه دارد. در این باره اکسپرس با استناد به معلومات اینسایدری معروف فابریزیو رومانو در مصاحبه با ریو فردیناند خبر می‌دهد سرمربی دسته منتخب ایتالیا مانچینی برای امیو در تابستان یکی از واریانت‌های اساسی برای تعیین کردن به سمت سرمربی باشگاه میباشد. مورد به یادآوری است که خودی رابرتو نیز میل و خواهشی برگشت به انگلیا را دارد. قبلا او منچستر سیتی را مربیگری کرده است که با آن قهرمان انگلیا موسم 2011-2012 صاحب جام انگلیا موسم 10-11 و برنده سوپر جام انگلیا سال 2012 شده بود. هرچند که ما در خصوص توافقنامه پیشکی سردار آزمون و بایر آلمان چند پیش گفتیم، ولی عین حال باشد کار کلاً دیگر می شود. این نوبت خبرها برآمدند که بایر نیت دارد گزارش حمله‌ور زنیت سردار آزمون را به تابستان نمانده در همین روزها عملی کند. پیشتر باشگاه آلمانی رسما در خصوص به توافق رسیدگی شرطنامه با فوتبالباز ایرانی خبر داده بود که باید در تابستان چون فوتبالباز آزاد به بوندسلیگا می رفت. اما بایر عین حال فعالانه در این راستا کار کرده می‌خواهد این فوروارد 27 ساله را بر عوض 2 یا 3 میلیون در همین روزها عملی کند. امکانیت خریداری آزمون پیش از همه از آن وابستگی دارد که آیا بایر را در همین ماه حمله‌ور لوکاس آلاریا ترک می‌کند یا نه، نفری که پیشنهاد از باشگاه‌های دیگر دارد. هفته قبلی باشد معلومات به میان آمد که زنیت از بایر از 5 تا 10 میلیون یورو بهره حمله‌ور خود خواستار شده است.
تابستان سال 2021 صحیفه رسانه‌های پیشتاز خبری را بازگشت احتمالی نیمار سرازیر کرده بود، ولی چطور اخیراً دیدیم برزیلی پرمهارت تا حال پیراهن پاریژی به بر دارد و به سمت مناره ایفل نگاه و نظر. اما جالبیت موضوع آن است که نیمار سری دیل گشاد و در مورد بازگشت به بارسلونا اخیراً سخن کرد. من میخواستم PSG را ترک کنم چرا که خود را در جای دیگر بهتر حس می نمودم. برزیلی اقرار آمد که پدر او با دسته کاتالانی گفت و شنیدها می نمود. وقتی که من قرار کردم که PSG را ترک کردن میخواهم، این نه از برای باشگاه و نه از برای مخلصان بود، گفته است نیمار در فیلم حجتی برای نتفلیکس. باشگاه انگلیسی وولورهمپتون باشد حمله‌ور خوان خیچخان را از لیپزیگ بر عوض 16 میلیون یورو خریداری نمود، نفری که در موسم جاری در اجاره در صف گرگان بود. شرطنامه کاری با فوتبالباز از کره جنوبی تا سال 2026 بسته شده. در خصوص شرط‌های آن هنوز تابستان قبلی به موافقه رسیده بودند. در موسم جاری خوان خیچخان 14 بازی در پرمیر لیگ انگلیس گذرانیده، 4 بار به گلزنی مشرف شده است. همزمان سپارتاک و فینورد در خصوص گزارش نیم حمایتگر یاریت هندریکس با باشگاه از روتردام با موافقه رسیدند. نیدرلندی 26 ساله در تیم نوش طریق تجارت آخر ماه ایونی سال 2023 برآمد خواهد کرد. همچنین فینورد امکان دارد این بازیکن را خریداری نماید. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پیروز باشید.